میدونید که درخواست اجاره برای خونه ها توی آلمان خیلی زیاد هستش. اگه شما خونه مورد علاقه خودتون رو برای اجاره توی آلمان پیدا کردید و میخواید که برای صاحبخونه یک متن بنویسید و بگید که به اون خونه علاقه دارید و میخواید که یک قرار بازدید بذارید، حتما توی تکستتون به این چند تا نکته که میگم دقت بکنید و اینو رعایت بکنید که تکستتون بیشتر مورد توجه صاحبخونه قرار بگیره. اول از همه حتما توی تکستتون صاحبخونه رو به فامیلی مورد خطاب قرار بدید. ننویسید sehr geehrte Damen und Herren، بنویسید sehr geehrter Herr bla bla oder sehr geehrte Frau bla bla. حتما توی متنی که می نویسید آدرس خونه رو کامل بنویسید، چون خیلی از صاحبخونه ها هستن که خونه های خیلی زیادی دارن برای اجاره. و نکته بعدی خیلی کوتاه راجع به وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌تون بنویسید. مثلا بگید که من و همسرم هر دو شاغل هستیم، وضعیت درآمدمون اینقدر هستش، یا اینکه من مثلا خویش‌فرما هستم و اینقدر درآمدم هستش. این سه تا نکته میتونه درخواست شما رو برای صاحب خونه جالبتر بکنه و شما میتونید شانس بیشتری داشته باشید که اون خونه رو صاحب بشید. برای تیپ های بیشتر با من همراه باشید.